سرسیلند موتور 3516 کاترپیلاره که اینجا ما آوردیم، از اوورهالش آوردیم اینجا که بهتون نشون میدیم که هیچ سرسیلندهای تمام موتور و قطعات موتور با هم فرقی نمیکنه. یعنی این سیت و گاید سوپابی که اینجا از همشون دارن، این فنرهاشو دارن و به اصطلاح فنر باعث میشه سیت و گاید ها اصلا فاصله بگیرن و از بغل اینها گاز ورود و خروج میکنه. یعنی گاز مصرف میاد وارد میشه، بعد از مصرف ضایعاتش از سوپاب بغلی خارج میشه. کلا نمای از سرسیلند اینه، هیچ چیز خاصی نداره. اینا مرجع آواشه، روغن و قطعاتی که آوایی که از روی قطعات میره و پشت این تو این سیت و گایده اینجا رو خنک نگه میداره و این سرسیلند تمام قطعاتش به صورتش جداگانه است و قابل تعویض و سرویس دیه. قاب اصلیش فقط نمیشه تعویض کرد. آب روغنی که توی میچرخه کلا برای خنک کردن خود این سرسیلند میباشد.